توی کارگاه 7 میخوایم سرویس DHCP رو براتون شبیه سازی کنیم. ابتدا ما تو از بخش دیوایس 2 تا PC میایم اینجا قرار میدیم. اینا رو توی جلسات قبل بهتون توضیح دادم. بعد یه دونه لپتاپ اینجا قرار میدیم، یک دونه سرور از اینجا میذاریم اینجا و از بخش نتورک دیوایس تو بخش سویچ یه دونه سویچ هم اینجا قرار میدیم. بعد اتصالات هم از طریق کابل استریت برقرار میکنیم. برای شبیه سازی سرویس DHCP هم باید بیایم داخل سرورمون، از بخش دسکتاپ یه IP دستی براش وارد کنیم، ساب نتش هم وارد کنیم. بعد از بخش حالا اون سربرگ سرویسز DHCP رو انتخاب کنیم. اینترفیسش رو روی حالت آن بذارید، به صورت خودکار روی آفه شما بذارید روی آن. بعد استارت IP آدرسش رو 192.168.1.0 قرار بدید. ببخشید اشتباه شد، 1.10. سابنت ماسکش هم 255.255.255.0. ماکسیموم نامبر آف یوزرش هم یعنی میخواید چند نفر یوزر از این استفاده کنن، ما میذاریمش روی 20. بعد وقتی که روی گزینه سیو بزنیم اینجا برای ما نمایش داده میشه. حالا میایم روی PC 0 و یه IP به صورت دستی وارد میکنیم. اولش از بخش دسکتاپ main IP configuration، اینا جلسات قبل دیدی، نیازی نیست من بهتون دوباره توضیح بدم. و اینجا یک IP برای PC 0 قرار میدیم. به همین صورت حالا برای PC 1 و لپتاپ 0 میای از بخش دسکتاپ IP configuration، این دفعه دیگه روی استاتیک نمیذاریم، میذاریم روی DHCP. یک کم صبر میکنیم. همینطور که میبینید IP روی PC 1 ست شد. حالا برای لپتاپ 0 هم همین کار رو میکنیم. حالا یه پینگ میگیریم ازش تا تست بگیریم کار میکنه یا نه. 192.168. میخوام از PC 0 الان پینگ بگیرم. بله همینطور که میبینید پینگ گرفت و اتصال به درستی برقرار شده. شاد و مؤید باشید.